السلام علیکم دوستان عزیز. روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه کس خوب هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما. رحمت برای کامنتاری خوبتان. در اینجا امروز من یک نمود پیراگ آسان در 5 دقیقه آماده کردم. حتما با ما باشید. در اینجا برای محصولات ما لازم است برای پیراگ محصولات ما لازم است 2 دانه تخم، 150 گرم شکر، 150 گرم شکر را انداخته نغز که غلط میزنیم. به میکسر من لط زدم. من وینتر لط زده. اکنون این را به یک چت گرفته مانده. 200 میلی لیتر کیفی را گرفته به بالایش 1 قاشقچه ساده را انداخته. من 1 قاشقچه ساده را انداخته نغز کاک آمیخته میکنیم. وقتی که این هما گسیج شد وینتر ریاکسیه میتید به بالای اکنون شکر و تخمی زدگی هما نغز کاک آمیخته میکنیم. نغز کاک آمیخته کرده اکنون به بالای این باشد 100 میلی لیتر استیتینی مسله. نمیتر استیتینی مسله را انداخته باز تا حل شدنش نمیتر آمیخته میکنیم. اکنون به بالای این باشد 200 گرم آرد را گرفته نغز کاک اسیده میگذرانیم. و 250 گرم آرد را نمیتر آمیخته میکنیم. کم کم آرد را می اندازیم به یک طرف ارالش میکنیم تا اینکه پدیام پیراگی ما نقص بیاد. همینطور به یک طرف همینطور لط میزنیم. من اکنون خمیری ما تیار شد. خمیر باید همینطور بیاد مثل خمیری بیسکویت به دیده کمتر غفصتر بیاد. اکنون این را ما به فرما میریزیم. من به فرما ما با تکش پرگامنت بومگر را مانده. فرمی من 25 سانتی متر است دخترها. شما میتوانید فرمی میده داشته باشید. فرمی میده استفاده برید با پدیامش با بلندتر بیاد. در حرارت 150 درجه در مدت 30 دقیقه 25-30 دقیقه آماده شد. من پیراگ ما اکنون آماده شد. اکنون من از گوشانی ملکابه 2 قاشق کاکائو را انداخته همین طور آرایش دادم. اگر با ساخنی پودر داشته باشید با ساخنی پودر کنید. با کمتر ویدش با شروع میکنم. من برای همین خیال کردم. من کمتر ملکای گیتم آندگی هم باید باز نمیتر اکرشینی کریم. من باز برای گل انداختن نمیتر کردم. اکنون من زوبه چیزکی گرفته به یک طرف به این طرف به آن طرف نمیتر کرده گل انداختیم. پیراگ در حقیقت پیراگ آسان با لذت برای عائله خودتان حتما تیار کنید. خیر دوستان عزیز در پناه الله مهربان باشید. خیر خدا حافظ تا ویدیوهای آینده. خیر.